Alaikum, برادران کاندنابوتون زنده و سربلند باشید. حاضر ما در بازار مهرگان، بازار آوازدار دوشنبه که در همین بازار طاعت شیر مرغ یافت میشود. میتونید بیان اینجا تمام مایده شایده را خریداری کنید. بازار مهرگان. خب باز من محیط پرور که هستم، پیش برادرای کاندم، پیش نوازهای کاندم خبرگیری آمادگی هم که نرخ نمای ماهی چخیل است. استحصال ماهی چخیل است، چخیل معامله کرده هستیم با سوداگرها. همین هم پیشکش شما میکنم. حاضر ما در مگزینی کیه این مگزین؟ سیجان. من مگزین سیجان ده من نمروش میتونم که من نمرو دو بره تمام همین تماهی تا همین 5 کیلو 10 کیلو شد شما ببینید رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. كانت بيلي عمود مقدمون شيء بيلي عمود ما بقول إلى عادها ذهب بيلي عمود كلام ما بيلي أنا بيلي عمود أكيد مش بيلي عمود موهي بهترينه موهي راستنی شدی راستنی علاق می‌کرد روشگاه می‌کرد نایچه می‌کرد بسیار علاقه درونی آب می‌کرد موهی راستنی خود این سازن اختمون نه این سازن من سازن سازن طولات شباری همین زغارمایی بومیگی مون نگندید زغارمایی بومیگی مون زنده من اینجا دوباره شال می‌کنم این جواره ما کندم کار داره من اینجا کار داره زیرکانی کار زیرکان به پولچه نداره همین خیلی محیط بامزه کی باور کن فرلا تعریف میکنم تو خاص فرلا تعریف کردن است اینم دو محیط پولچه نداره که زیر پولچه بیشتر محیط بامزه باور کن کاندون نداره شکر اصلا bir model diğer ma başımın şöyle tavsiye ediyorum. Kovmanın boyu sudak, sudaki kucağın, sudaki merlobol, sudaki gider. Var kayruklu meşeva. Çan edin narkem sudak? Belki sudak hasta, muhtemelen kandı. Yine hasta kandırsın. Bu hasta siupansın. Bu hasta çilepansın. Hava mayda. Bu hastaki ay. Radyoca tarbegin kabul. Ama şimdi mohi Beli amur sağdan şans olaydı, başlayan şey anlatalım. Başlayan şey Şans bir şey oluyor mu diyor? Beli amur akıl, şans, geçen baba koyduğu diyor, size oluşmuşlar. Şumak koyduğu, yani o istinkler oluşuyor. O varmış ya. Ne varmış ya. Akıl şey bu senesin, baroy ya kilo beli amura, ya kilo kardan, و 30 کیلو زیرون ماسه بکنم ما اونمی سویدم راسیدوی داوری سوید 30 کیلو بکنم برای یک تو استیسوری موی بیرامو 30 تا زیرون ماسه بکنم یعنی علاج روشکا در کنن بسیار دوری در کنن نایچه در کنن دیلوهای دوری آب در کنن هنجیری در کنن و گرچه که موی در دنیا آبان باشه خروکریش ایدرونه خروک ایدرون خروکش بدی برای برادران کم تا زحمت طلب است. موی بیامو کم سوی کنم کار. موی سودا که لنوباده سودا که خوجان سودا که سوق موی این موی اصلا خروجش نمیشه. این خلوان که دودگی است که بارده که ریختگی است بارده که ریختگی شد. برای همین نرخ نوای سودا باید ارزان ترین نرخ باشه باید نسبت یه برای که دیگه فقط نگیره خداوند کشمی خداوند خدا کشم میکنه یا تو زحمت نمیکشی برای همین سودک باید ارزش کی میگه که باباتون میگه بابای موی پاور کمیزه فقط اونجا سرما کمیزه ما رو پیچه کنید گامه سودک ارزان کنید و توی طور موی پاور که هستم مهنم نکنه شبان و روزی من به امروز تفاوت سازن استثمار نمی‌کنم. من شاو داوای حقوقا. برای استثمار مالی برای سیزون اولی. نه توی کارو خانده دارم. نه که من مالی پارو چی می‌سازم؟ با اون مالی پارو من روزی دارم هم با مالی پارو کی
حضور شما همه خود استعداد کنم ماهر استعداد کنم اون ما که بعد یک دوستی مادر کشتیم چکار شد میرم هر یک رای هر یک سویشوری که از موجوده که چند استعداد کرده من هم یک شما میکنم برای که باید ما استعداد ماهر داشتیم این خدر حکومت جمهوری پاکستان این خدر جناب عالی پیشروی معظم ملت و ما زمین و ما امتیازات و اون نشد موی بلنده استعداد کرده است برای بودن کار نمازون برای که ما ماهر استعداد کنیم باید ارزون میشه استعداد زیاد شد ماهر ارزون میشه برای همین کاربران کارنامات مسیر گیزلای باید نمیگیرم چی گفتم هستم باید فقط همین که چی خیلی امتیازات با ما دادیم حکومت جمهوری پاکستان دادگان ما باید شکرانه کنیم مهنت صدقاً قلبی حاجت پورا همین میان کار پردن نبود اینطور استعداد کنیم این هم دو ماهی دیگه خراک میکنم بعد دیگه ماهی کشی سر میشه سیزون سر میشه هر ایشت کنم زیاد بگم من این برادر وقتی که من قضیه همکاری میکردم یه اگر قضیه ریشوش سرد یا یک درد بود خود دیگه اکنون من رشد چی بودنی هست؟ یعنی با بودنی که همین سورتر استیسور کنیم خریدم یعنی استیمور کنم این کویدانوکی پیستوره برای این سر اصاب دیگر همه بچه ها بخنم بخواه شوان بسواد شوان همه با مستقل شده با نگاه همین بکنن بیا جد خواهد کلامه با امرکاتی امرکات همونه خصوصا با پرونا امرکاتنا درست تنگتونا سیام ماتونا خوشی های زندگی نصیب روزی همه رو کردن خدای مهربان استعداد محیط زیادتر شد خدای مهربان تاجیکستان عزیز ما در عرصه بین‌المللی در استعداد کننده محیط جای نمایان رو بگیرد خدای مهربان ما تاجیک‌ها همه پیشرفت بودیم پیشرفت هستیم شما پیشرفت هم هستیم تاجیکستان عزیز نگفته نماند برادران قندنباتم شرکت زمزم عمره حاجیان را به سفر حج دعوت میکند این شرکت یکی از شرکت بقوت شرکتی که همه وقت در تماس است قطعی حاجی‌ها که من این شرکت نزدیک میدونم میشناسم و باوری کامل دارم که یگام کمبودی نمیشود اولش آخر خدا شما میتونید ساق سلامت زیارت خانه خدا زیارت روضه جناب رسول الله رفته زیارت کنین حج کنین با گشته بیاین از سحر تا بگاه راهبلادا و خودی سردار شرکت شد در شما در تماس میتونه که چی سوال و جواب های دارین با او بکنین خب خاطر رسان میکنیم که نرخی 15 روزه شرکت $1300 به خوراکه $1500 با خوراکه آخری ماه پرواز میتونیم نوارد همین نامرود بروین خودتون صحبت کنین و با کارا چقدر عمیق پخته و دقیق کنین انشالله با امر خدا با باوری کامل دارم که بهترین شرکت است زنده باشین